دیشب تو خواستگاری عمم دعوا شد. بله. آخرش فلفل ریختن رو زبون من. حقت بوده. نه تو دلت برای من نمیسوزه؟ هرچی نون میخورن غذا میخورن با زنان که زبونم میسوزه؟ این چه حرفایی بوده رفتی زدی خواستگاری عمتو به هم ریختی؟ با اون جعفر صادق علیه السلام فقط راستش گفتن. بی خود کردی مگه همه راستو میرن میگن؟ میدونی چی شد؟ تو خواستگاری او داشتن غذا میخوردن، گفتن عزیزا مراقب باشی نفت ظرفا بشکه، استکانا پیش دستی ها همشون مال ما هستن. گفتن اومدن اما ظرف قرض کردن. بابام گفته بود 30 دقیقه مثل شیر بالای سر ظرفا وای میدی حواست بهشون باشه. کله پدره. برای چی به عمت گفتی لباسش قرضی بوده؟ خب گفتن عروس خیلی خوشگل شده، گفتن مال لباسشه چون لباسش مال مامانمه. بعد دیگه امن گله کرد رفت تو اتاقو. کی فلفل ریخته رو دهنه؟ بیبین برای که اونجا گفتن که وای چه زحمت کشیدین، گفتن آمو بخورین اینا خواهر رو از چیا نمیتونن، به خاطری که شما اومدین رفته میوه شیرینی خریده، از شیرینی خامه و نارنجکی ها اصلا بودن. چی شد دومات قر کرد؟ یه چی دراز زشتی بود همون بهتر که قر کرد. دیگه مامانت خیلی ناراحته به خاطری که بیبین باهاش جر کرد، ازش گفت تو چیا رفتی یادش دادی که بیا بگه تو نمیخواستی دختر من شوهر کنه، تو خیلی حسود هستی. مامانو من میگربی میگه به خدا من یادش ندادم، به خدا خودش میگه، به خدا ما هیچی اینو این نمیگی هیچ کاری نمیگی. اومدم خونتون برای خواستگاری